در دهه مامجان قرغیزستان مردم میترسند که بگاه به کوچه برایند و کودکان هم دیگر پیاده به مکتب نمیروند. در این روستا شغالان پیدا شدند که به آدمان حمله میکنند، از قبرهای نو جسدها را بیرون آورده میخورند و استخوانها را در اطراف پهن میکنند. هر شب در نزد خانه شغالها الاس میکشند. کلانسالان به خاطر بخطری ما گفتند که ما دیگر پای پیاده نه بلکه با اتوبوس به مکتب رویم. در اینجا شغالها خیلی زیاد شدند. حتی یک مرد را تعقیب کرده از پایش گزیدند. مقامات محلی نقل‌های دهشتناک مردم را درباره آنکه شغالها در گورستان ده خوجینی دارند تصدیق میکنند. آنها حتی گورهای جانوران را خراب میکنند که میتواند باعث خروج اپیدمی شود. بیشتر از همه ما را آن به تشویش می‌آورد که شغالها قبرهای نو را میکنند، جسدها را میخورند و استخوانها را در همه جا میپرتویند. درباره دهشت افکنی این شغالها در مقامات مرکزی نیز خبر دارند، اما تا هنوز برای کمک به مردم این دهه دست کوتاه دارند. ما با جمعیت شکارچیان قرارداد امضا کردیم. در مدت یک دو روز دیگر مسئله مبلغ گذاری حل می شود و شکارچیان به پراندن این شغالها آغاز خواهند کرد. شکارچیان میگویند شغالها جانوران عیارند، از این خاطر نابود کردنشان مشکل تر است. شکایت ها درباره آنکه مقامات ناحیه چاره-اندیشی نمی‌کند واقعیت ندارد. ما نیز از چنین وضعیت نگران هستیم. حالا برای اندیشیدن چاره آمادگی می‌گیریم. دهه مامجان نزدیکی 3000 اهالی دارد. تا آن دمی که مقامات محلی بندی مسئله های بیوروکراتی هستند، ساکنان خود دست به کار شدند تا از حمله های شغالها امین بمانند. طبق قانون برای شکار یک شغال حکومت 2000 سام می‌دهد که معادل $30 آمریکایی است، اما ساکنان این دهه نه برای مبلغ بلکه به خاطر امنیت کودکانشان این شغالان را شکار می‌کنند.